جای دادن موسیقی فلک در فهرست غیرمادی سازمان جهانی یونسکو این حادثه مهم است برای اهل فرهنگ تاجیکستان و با تمام مردم تاجیک. باعث افتخار و سرفرازی است که ما با دستگیری و غمخواری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرود فلک با فهرست بین المللی فرهنگ غیر مادی داخل کرده شد و این ما را کارمندان فرهنگ را وادار می سازد که در رشد و تکامل این هنر خلقی بیشتر و بیشتر کار و فعالیت نماییم.